پیام حزب بلوچستان راجت پاکی به مناسبت سالگرد جمهوری کردستان با مرکزیت مآباد 79مین سالگرد اعلام جمهوری کردستان به رهبری پیشوا قاضی محمد تجربه تاریخی برای ملت کرد و نقطه عطفی در مبارزات آزادی خواهانه. اعلام جمهوری کردستان به رهبری پیشوا قاضی محمد در 22 ژانویه 1946 یکی از مهمترین وقایع تاریخ ملت کرد است که نه تنها آرمان دیرینه کردها برای خود مختاری و آزادی را محقق ساخت، بلکه پیام روشنی فاشیسم منطقه هم از فارس، ترک و عرب داد. کردها حق تعیین سرنوشت خود را دارند و می توانند در سرزمین خود دولت مدرن و دموکراتیک برپا کنند. جمهوری کردستان که تنها 11 ماه دوام یافت، دستاوردهای مهمی را برای ملت کرد به ارمغان آورد، از جمله تشکیل دولت ملی، برافراشتن پرچم ملی، سازماندهی پیشمردمان به رسمیت شناختن زبان کردی و ایجاد ارگان‌های مردمی. این اقدامات به طور مستقیم خشم فاشیسم مرکزگرا و اشغالگر را برانگیخت. فاشیسم حاکم که نمیتوانست پیشرفت ملت کرد را تحمل کند، با سرکوب نظامی، قتل عام مردم و اعدام پیشوا قاضی محمد، آنم در ملأ عام و دیگر رهبران جمهوری، چهره ضد بشری و استبدادی خود را آشکار ساخت. اما این مقاومت ایستادگی ملت کرد در برابر ظلم و اشغالگری به منبع الهام برای دیگر ملت‌های تحت ستم در منطقه تبدیل شد. با قرار گرفتن جمهوری اسلامی در پرتگاه سقوط، فرصتی تاریخی برای ملت‌های مستعمره ایران از جمله ملت کرد و بلوچ فراهم شده است تا سرنوشت خود را به دست بگیرند و جمهوری‌های مستقلی را در سرزمین‌های آبا و اجدادی خود کردستان و بلوچستان تشکیل دهند. بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت که یکی از اصول شناخته شده در حقوق بین‌الملل است، این ملت‌ها می‌توانند آینده آزاد و دموکراتیک را برای نسل‌های آینده رقم بزنند تا از زندگی زیر یوغ استعمار بیگانگان رهایی یابند. ملت کرد بلوچ پیشتاز مبارزات دموکراتیک با آزادی خواهانه در منطقه هستند. طی 2 سال گذشته تحت شعار زن زندگی آزادی نقش پررنگی را در اعتراضات سراسر ایران داشتند. حزب بلوچستان راجت پاکی به عنوان حزب ملی و دموکراتیک در حمایت از اعتراضات احزاب کرد و در هماهنگی با آنها نقش مهمی در اعتراضات و سازماندهی مبارزات ملت بلوچ در بلوچستان غربی ایفا کرده و می‌کند. این جانب مهم سرخوش بلوچ به عنوان دبیرکل حزب بلوچستان راجت پاکی صمیمانه سالگرد تشکیل جمهوری کردستان را به ملت برادر و مبارز کرد، احزاب سیاسی و به ویژه حزب دموکرات کردستان که میزبان این مراسم با شکوه هستید تبریک عرض میکنم. امیدوارم این مراسم را سال آینده در کردستان آزاد و دموکراتیک برگزار کنیم، نه در تعبیر. همبستگی میان ملت‌های کرد و بلوچ به عنوان همپیمانان استراتژیک نه تنها ضامن موفقیت مبارزات ملی آنهاست، بلکه الگویی برای دیگر ملت‌های تحت ستم در منطقه خواهد بود. ما در حزب بلوچستان راجت پاکی از مبارزات برحق ملت کرد برای دستیابی به حاکمیت ملی و حقوق مشروع آنها حمایت کامل میکنیم و آماده خویش را برای هر گونه همکاری‌ها با کلیه احزاب ملت کرد و سایر ملل اعلام میکنیم. مهم بلوچ دبیرکل حزب بلوچستان راجت پاکی. ممنون.